فکر کن با 1000 امید و آرزو یک خونه واسه خودت و همسرت بخری و بعد چند ماه که نهایت لذت رو از خونه بردی اتفاقاتی واسط بیفته که باعث بشه شبا با وحشت بخوابی. این همون داستان وحشتناکی هستش که امشب قراره با هم بررسیش کنیم. افرادی از سرتاسر دنیا اتفاقاتی واسهشون افتاده که اگه اونا رو ببینید باور نمی‌کنید. و اینم بگم که این ویدیو واقعا از هر لحاظی متفاوته، چه موسیقی، چه داستان و چه محتوا. و کلاً بعد دیدن این ویدیو و بعد شنیدن این داستانا بدترین حس ممکن بهتون القا میشه. پس جایی نرید و این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. سلام برای بچه، چه خبر؟ امشب بعد از سالیان سال برگشتیم با بحث مورد علاقه شما، یعنی دنیای ماوراءالطبیعه و فیلمای پارانورمال که معمولا تو این سبک از فیلم‌ها که خیلی باهاش آشنان ویدیوهایی رو با هم بررسی میکنیم که مو به تنتون سیخ میکنه. پس با لایک کردن، سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن زیر این ویدیو از بنده و این سبک از فیلم‌ها حمایت کنید. اولین فیلمی که میخوایم با هم بررسی کنیم مربوط به زنی به اسم لورن کامز هستش، یک زن مستقل که تنها در خونه خودش زندگی میکرد. تقریبا خیلی وقت پیش این زن فیلمایی رو منتشر کرده که فکر کنم خیلی‌ها دیدن که داخل اون فیلم‌ها موهای لورن، کتابخونه‌اش و کلاً اتفاقاتی واسش میافتاد که کل اینترنت رو درگیر خودش کرده بود. Did you do that? اما بعد یه مدت طبق گفته های خود لورن اتفاقات عجیب خونش کلن از بین رفتن و هیچ اتفاق عجیبی واسش نمی افتاد، اما دوربینای سرتاسر خونش رو هنوز داشت و استفاده میکرد ازشون، تا اینکه بعد تقریبا 3 سال لورن با فیلم و داستانی برگشت که مجددا کل اینترنت رو درگیر خودش کرد. لورن برای هواخوری از خونش بیرون میشه و ظاهرا داره با دوست پسرش حرف میزنه و سگ لورن هم داخل خونه است که ناگهان اتفاقی واسش میفته که بیاین با هم ببینیم. Pizzas or maybe chicken nuggets, nothing crazy. Dude, my door just closed. And it's locked. What? I just got locked out of my house. Chilling there? Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the door? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Hang on. Don't even rash. Lady? Hello? Oh, she's nudged him. Luna! 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 دیدین؟ واقعا وحشتناک بود. به محض بسته شدن در یکی داره زنگ میزنه. و خب بعد این فیلم اتفاقات عجیب دیگه ای هم واسش افتاد، مثل این اتفاق که لورن مثل همیشه با سگش داخل خونه تنها بوده و ناگهان در همون لحظه یکی در خونش در میزنه. اما لورن هر بار که بیرون رو نگاه میکنه چیزی نمیبینه تا اینکه یه اتفاق عجیب همون لحظه واسش میفته.
لحظه‌ای که این زن برگشت و فریاد کشید، ظاهراً صدا و تصویری رو دیده که موفق نشده درست به بیننده نشونش بده و اگه دقت کنید لرزش دست لورین خیلی زیاده و اصلا حواسش به فیلمبرداری نیست که خب قضاوت واقعی یا الکی بودن این داستانا کلاً با شماست و اگه ایده‌ای یا نظریه‌ای چیزی دارین حتما توی کامنت‌ها مطرحش کنید. و اما فیلم دوم که مبحث و داستان اصلی این ویدیوه و به شدت داستان ترسناک و دارکی داره. یک زوج شدیداً زیبا به اسم کریستال و دامیان بعد از سالها تلاش و پسنداز موفق شدن خونه رویایی خودشون رو بخرن که یک خونه شدیداً بزرگ و تا حدی قدیمی بود. چند ماه اول که داخل خونه بودن با نهایت آرامش و لذت زندگی میکردن، اما بعد چند ماه یه سری صدا و اتفاقات خیلی کوچیک براشون میافتاد که اول فکر میکردن دزد یا حیوانی چیزیه. به خاطر همین سر تا سر خونه رو وبکم یا به اصطلاح همون دوربین گذاشتن تا حالا اگه اتفاقی افتاد یا صدایی شنیدن دوربین بتونه یه تصویر کاملا واضح و یه مدرک کاملا واضح رو ضبط و ثبتش کنه که خب بسیار فکر بکری بود. یه شب که این زوج خوابیده بودن دختره یه صدایی رو از بیرون میشنوه مثل صدای خشخش که بعد اون صدا واضح یکی در میزنه. انصافا عجیب بود. فکر کن یکی این موقع شب این شکلی در بزنه و اگه مرده رو دقت کرده باشید خیلی ترسیده بود و کلا چوب بیسبال برداشت اما کسی بیرون نبود. و اما چند روز بعد این زوج در حال جر و بحث بودن و کلا توی حال و هوای خودشون بودن که ناگهان وبکم یه اتفاق شدیداً ترسناک رو ضبط میکنه. They don't mean to do that. They're not like planning on, you know, they Do you don't. know how it feels to hang out with a group of people and they don't even want you there? They do want you there. I'm only They there want you because there. they They like like you a lot. you. No, they don't. They That's like. the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends. But they're because they're my. But they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they. Hey. درسته شدیداً ترسناک بود ولی هیچ کدوم از این اتفاقات باعث نشد که این زوج این خونه رو ول کنن و ازش بیرون برن. چرا؟ چون خونه رو با هزار بدبختی و امید خریدن و تصمیم گرفتن یکم بیشتر مقاومت کنن تا اینکه یه شب کریس توی خونه تنها بوده و نامزدش توی خونه نبوده. آخه احمق، یه همچین فرشته‌ای رو کسی توی خونه تنها میذاره ناموسن؟ غیرتت کجا رفته مرد؟
با خودت ببریش سر کار. یه همچین فرشته‌ای اصلا نباید توی این خونه زندگی کنه. این باید توی قلب من، قلب خودش باید زندگی کنه. ناموسن چطوری تو تنها میذاری توی خونه یه همچین فرشته‌ای رو؟ روح و نگاش. نه ببخشید، بسیار اکسکیوز می، حواسم پرت شد، قاطی کردم. خب داشتم میگفتم آره. خلاصه توی خونه تنها بوده که ناگهان یه اتفاق بسیار عجیب واسش میفته. بعد این داستانا دیگه واقعا صبرشون به سر میرسه و از خونه میزنن بیرون. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to just Airbnb for the night and just for the night. And then we're gonna figure out what to do. و اگه دقت کنید ظاهرا پسره خیلی شوکه شده. بعد چند هفته این زوج واقعا باید دنبال یه چاره‌ای میگشتن و برمیگشتن خونهشون. به خاطر همین پیش یک کشیش رفتن و با چند تا دعا و مراسم برگشتن به خونهشون و در حال انجام دادن یه مراسم خاصی هن. که خب همه چی داشت عادی پیش میرفت و در حال انجام دادن مراسم بودن که ناگهان آخرای مراسم یه اتفاق وحشتناک میفته. Good? Mm-hmm. Good. Okay. Yeah. Okay, close your eyes. درسته. و بعد یه مدت که این مراسم ها رو مدام انجام میدادن و مقاومت میکردن، اتفاقات توی خونه به مرور کمرنگ و کمرنگتر میشد و کلن هیچی شد. اما واقعا اگه از حق نگذریم اتفاقات خیلی عجیبی واسهشون افتاد که خب بازم میگم قضاوت با شماست. بچه ها، امان از دست این بچه ها، خیلی ترسناکن. یه بچه که ظاهرا پدرش فوت کرده بود در حال بازی با مامانش بوده و کلاً داشتن با هم حرف میزدن که ناگهان مادره وقتی قاب عکس پدره رو به بچهش میده، بچه همون لحظه یه رفتار بسیار عجیبی از خودش نشون میده. Who is it? Who is it? Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it?
Who is it? Who's that? دیدین انگار واقعا یکی اون گوشه دیده بود و خب چون با بچه طرفیم واقعا نمیشه به نتیجه قطعی رسید. حالا یا ممکنه به خاطر توهمات بچگیش باشه یا واقعا یه چیزی دیده باشه که خب میگم واقعا نمیشه به نتیجه ای رسید. یک زوج آلمانی بازم مثل زوج قبلی، این چرا همه داستانا مثل همه اصلا همه یه خونه گرفتن و بعد چند ماه اتفاقاتی واسهشون افتاد که دیوانه‌وار ترسناک بود. برای بار اول صداهایی رو میشنون که خیلی اونا رو ترسون و کلا سگ این زوجم نسبت به این اتفاقات خیلی ترسیده بود. مرده متوجه میشه تمام این صداها از اتاق بالا میاد، در رو باز میکنه و وارد طبقه بالا میشه که بعدش اتفاقات عجیبی میفته. درسته از حق نگذریم، واقعا فیلم های ترسناکی بودن که خب امتیازات این فیلم ها کلا با شما، یعنی از نظر شما کدوم یکی از این فیلم هایی که الان با هم دیدیم از همه ترسناک‌تر بود؟ به نظر خودم اولی و دومی واقعا ترسناک بود. حالا بازم قضاوت با شما، امتیاز بدید به فیلم ها میزان ترسناک بودنش. که خب برای بچه‌م از این ویدیو بود، مرسی که فیلمو تماشا کردین. اگه میخواین از این فیلم های جن و ارباب بیشتر بذارم که خب کاری نداره حقیقتا واسه من، خیلی هم ادیتش لذت بخشه، کلا ترسناکه و جو باحالی داره. اگه میخواین بیشتر بسازم حتما با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن از بنده و این ویدیو حمایت کنید. عشق منید. مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردین و تا فیلم‌های بعد خدا نگهدار.